ولی واقعا ما دندون پزشکا تو اصطلاح خودمون گاهی بعد از اینکه دندونه میکشیم یه اتفاقی میفته. اصطلاحا بهش میگن درای ساکت. درای ساکت یعنی حفره خشک، یعنی جای اون دندونی که کشیدی یه حفره خشک ایجاد میشه که خیلی خیلی دردناکه. خیلی دردناکه. خب این تو دندونه. اما ما یه اعتقادی داریم این حفره خشک تو دندون، شما میری پیش دکتر دندون ساز، پیش متخصص دندان پزشک، این درای ساکت یا حفره خشک درمان میده. اما اگر در قلب یه آدمی یه حفره خشک ایجاد بشه، ما هیچ دکتری نمیشناسم که تو بتونی بری پیشش و این حفره خشکی که تو قلبت ایجاد شده برات درست کنه، این حفره پر کنه. واقعا تو قلب هم دیگه حفره خشک درست نکنی.